سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم. خسته نباشید. خواهش می‌کنم بفرمایید. قربان برای وام ازدواج مزاحمتون شد. میدونی که وام ازدواج 4 میلیون تومانه. بله قربان میدونم. چند سال ازدواج کردیم؟ 1 سال و نیمه. شناسنامه ها قباله ازدواج. شناسنامه قبل. 2 تا عکس 6 در 8 4 عدد، 3 در 4 2 عدد، 2 عکس قدی. شما 2 عکس قدی. داخل قابل. عکس از کلیه ریه مری جزایر لانگرهاوس، امارای از مغز و نخاع و گواهی صحت آورت، گواهی جهاز هاضمه و گواهی مغز. شما قربان مغز. دو فقره چک 2 برابر با هم سفته به اندازه کافی و 2 تا کارگر، 2 تا کارمند و 2 تا فوتبالیست پشتش امضا کرده باشن. بله قربان فقط معذرت میخوام فوتبالیستا لیگ 1 بازی میکنن ایجاد که نداره که فورواردن؟ بله مشکلی نداره. یه زامنم باید جلوی در تحویل میدادی. تحویل دادی؟ بله قربان خاله‌مو دم در تحویل داد. رسید خالت. اینم رسید خالت. بفرمایید. خواهش میکنم. آماده شد صداتون میکنیم. قربان فقط کی آماده میشه وام ما؟ عجله نکن جوون. میدونم شما جوونی ولی عجله نکن. نه فقط میخواستم ببینم اگر امکان داره یه ذره زودتر. الان 1 میلیون نفر تو نوبت وام ازدواج هستن. عجله نکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. این آماده شد ما شما رو صدا میکنیم. جوان هستی جوایی نه میدونم. بفرمایید عجله نکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. بس شما در نکنید. تمنا میکنم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. یه توصیه نامه دارم برای دریافت وام. در حال شما چطوری؟ تصدقتون برم. حالتون خوب هستین؟ چقدر وام میخواستیم قربونتون برم؟ 2000 میلیارد تومان. 2000 میلیارد ناقابل. خواهش میکنم. اشتغال زایی میفرمایین 2000 میلیارد؟ نه در تخصصم نیست. تخصصتون نیست؟ کار تولیدی انجام میدین؟ اونم در توانم نیست. در توانتون نیست. خواهش میکنم. پولو پس میدین؟ فکر نمی کنم جزء برنامه‌م نیست. جزء برنامه‌تون نیست. خواهش میکنم. پول قراره تو ایران هزینه بشه؟ نه خیر. قرار فردا بعد از ظهر فرار کنم. بله خواهش میکنم. تا کی تو حسابتون باشه قربان؟ تا فردا صبح. اطاعت هم میشه. تصدق شد.